شیخ عبدالسلام هست. این روستا هم بهش میگن لنگر. لنگر جایی بوده که مردمی جمع می شدن در کنار یک مراد، یک شیخ، یک قطب، یک بزرگ و در کنار اون زندگی میکردن و از اون میآموختن. به این مردم میگن لنگر. این روستایی که ما الان رد شدیم بهش میگن لنگر. این شیخ عبدالسلام نقل هست که میگن وقتی شاه نعمت الله وارد مقبره ایشون میشده نمی اومده تو، میگفته اینقدر فرشته ها اینجا زیاد هستن و به عبادت میپردازن که من دیگه جایی ندارم برم. اینقدر اینجا حالت روحانی و عرفانی ویژه‌ای داشته. راست، سمت راست میریم با چپ. اینجا بهار بیارم تو کیف کنی. بهار